نباتم 26 سالم و تونستم با درآمد خودم یه خونه نقلی داشته باشم و به سلیقه خودم بچینمش. بریم که بهتون نشونش بدم. اولین جایی که توجهتو جلب میکنه اینجاست. 2 تا کافی شاپ داریم که یکیش تمام شیشه است. بله مشاهده میکنید و یه استخر روی باشگاه. آقا بفرمایید تو. اینجا نمای کلی پذیرایی خونه منه که 0 تا 100 وسایل خونم با درآمد خودم بوده که تقریبا شد 1 میلیارد. خیلی یهویی دیدم موقع چیدن خونه از طبیعت الهام گرفتم. چوب طبیعی، شکوفه، گل، الوار. ببین نگاه کن چه قشنگ شد. اینجا تراس خونمه که عاشقشم. این نمای شبشه، این ویوشه، این برف و بارونشه و اینم غروبشه. تادا، اینم تم آشپزخونه که رنگی رنگی و خیلی دوستش دارم. یه جوری وسایل آشپزخونه رو خریدم که دیگه احتیاج به جهاز خریدن نداشته باشم. این ویو رویایی ویو اتاق خوابمه که تم سلطنتی طوره. اگه تا الان خوشت اومد فالو کن و منتظر ولاگای قسمت بعدی باش.